برای ترکیب رنگ این موی که میخوایم بزنیم قرار از رنگ پوست پیازی و کوارتز صورتی استفاده کنیم، رنگ های ترندی بونسای که رنگ های اختصاصی این برنده. ببینیم چه نتیجه ای میده. مویی که داریم پایه 8 دکورور است و اینم رنگای ما. دوباره طبق معمول مو رو باید مرطوب کنیم. من باید مرطوب کنم که البته هیچ فرقی نداره، اینجا میتونیم مرطوب کنیم و شونه کشی انجام بدیم. ببینید از مو نباید آب بچکه. من کالیتم هم که مرطوب میکنم دقیقا مثل موی مشتری، نباید آب اضافه‌ای باشه. اینم از روی این خشک میکنم در حدی که مو مرطوب باشه. حالا برای ترکیب رنگ اصلی میخوام از اسموکی پینک استفاده کنم. به اندازه نصف اونم کوارتز صورتی بزنم. حدوداً 1/3 نشد، شد 2/5، کمتر از 1/3. من ریاضیم ضعیفه، درست گفتم؟ شما بگیم به من. اکسیدنمون اضافه میکنیم 1.5 برابر رنگمون. چون دارم همینجور که رنگ میزنم فکر کردم به این معادله ریاضی اشتباه گفتم. 2/5 حدودا میشه مقدارش از اون 1/3 که من گفتم بیشتر شد. خب بریم ترکیب رو بزنیم. خب میریم مکس رو با هم دیگه بعد چند دقیقه بررسی می‌کنیم، بعد یه تایم مکس ببینیم چه نتیجه‌ای به ما میده. خب اینم نتیجه فوق‌العاده، یعنی واقعا من انتظار این نتیجه رو نداشتم. ببینید شما چه رفله خوشگلی می‌بینید توی این کار، به غیر از اینکه کامل نارنجی رو توی این پایه کامل حذف کردیم، هیچ رفله مزاحم مخصوصا نارنجی نداریم، یه طیف صورتی خیلی خوشگلی به ما داده. اصلا خیلی رنگ شیکی شد. حتما این ترکیب رو تست کنید ببینید. خودتونم خوب میدونید که ضعف دوربین اینه که اون واقعیت رنگ رو نشون نمیده، اما حتما میگم این رنگ رو شما تست کنید. ابتدا روی کالیته نتیجه رو ببینید، رو سر مشتری هم که دیگه بی‌نظیر میشه.